سلام. در ادامه پروژه‌های شیطانسازی نظام خامنه‌ای علیه دشمن اصلیش یعنی مجاهدین، یکی از پهنه‌هایی که خیلی هم میخوان بهش آب و تاب بدن همون دادگاهیه که از 1 سال پیش شروع کردن و هر جلسه‌ای که پیش میره فضاحتش بیشتر بیرون میزنه. مشکل اصلی این دادگاه اینه که میخوان با وارونه کردن حقیقت به خیال خودشون از آب کره بگیرن، ولی میدونن که به جایی نمیرسه. این دادگاه در واقع به نظر من شبیه نماز قضا خوندنه. خیلی دیر تشکیل شده. یکی از ویژگی‌های این نمایش کمدی درام اینه که یه فضای توهمی ایجاد میکنه برای کسایی که توش قرار میگیرن که اگر یونجه توی این فضا باشه سالی 3 بار زعفرون میده. یعنی یه جوری جو میگیرتشون که مثلا آخوندک قاضیه احساس میکنه که الان تو فیلم دیکتاتور بزرگ داره برای کل جمعیت جهان سخنرانی میکنه و همه هم باید ازش اطاعت کنن. از سوی ملت ایران و به عنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل بیان میکنم. این جانب به دبیر کل سازمان ملل و دفتر مبارزه با تروریسم اعلام میکنم. نه تو نصیحت نکن، تو الان قشنگ دستوراتی که میخوای بده به دولت‌های مختلف، سازمان ملل، ناسا، فیفا، هر چی میخوای ارد بده. حالا سفارش چی باشه؟ منو چی میل داری شما؟ نون اضافه، سالاد، ماست، بگو چی میخوای؟ انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل و شورای امنیت سازمان ملل با دولت‌های قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه عادلانه متهمین به اقدامات تروریستی صرف کند. این میزان توهم تو مصرف شیشه و الستی هم قفله. آخوندک نشستی توی سالن بسته که نور به مغزت نمیرسه که فتوسنتز کنی، بعد داری یه کلیپ پر میکنی که تهش میره توی سایت خودتون ویو 4 تا، بعد میخوای به دبیر کل سازمان ملل دستور بدی؟ اولا حرف دنیا و جامعه جهانی با تو که نه، با اون کسایی که نخ عروسک گردانی تو رو تکون میدن اینه که شما خودتون توی لیست محاکمه هستین. متهم اول باید بیاد راجع به جنایت خودش حرف بزنه. ثانیاً اون دبیر کل ملل متحد که میگی خودش قبلا مسئول کمیساریای عالی پناهندگان هم بوده، میدونه که توی این دنیا یک قوانین دیگه هم هست مثل نان رفولمان، آرتوپی. میدونم کلماتش سنگینه متوجه نمیشی، ولی همه دنیا حکومت ولی فقیه نیست. شما حکومتتون توی همون چارچوب ایران هم زیر علامت سواله. تا حالا 4 تا قیام سراسری شده برای براندازی حکومتتون. تو عمامت رو صفر بچست. دبیر کل کجا بود؟ حاضرین و گزارشگران آنها از گروه‌هایی که متهم به اقدام تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرائم آنها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات براءت یافتند در میان آنها حاضر شوند. حالا سوزش این آخوندک از کجاست؟ از اون جلسه‌ای که توش 10 تن از حقوقدانهای برجسته و گزارشگران سازمان ملل شرکت داشتند و جنایات رژیم در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 رو نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کردن و محکوم هم کردن. فعلنی کسی که متهم به تروریسم و جنایت علیه بشریت و نسل کشی حکومت شماست که باید اول محاکمه بشه، چون گزارشگر سازمان ملل که گزارش خودش رو منتشر کرده، الان توی سازمان ملل ثبت شده که شما در سال 67 مرتکب نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدید. سپاهتون هم که توی لیست تروریستی هست. مهرهای بالای نظام هم که اغلب تحت تعقیبن و حکم دارن. نصف مهرهای حکومتیتون هم که توی انواع لیست‌های تحریمی هستند. تو اول برو اونا رو ورق بزن ببین اسم اربابات توش نیومده باشه، بعد اکسیژن هوا رو تلف کن. جاوید رحمان ارتباطات مالی داشت از قدیم با همین گروهک. شما گذاشتید به عنوان گزارشگر حقوق بشر. جناب رئیس شما میخوام عرض بکنم چند جلسه گذشته یک تذکر مهمی دادید و یک اخطار مهم جهانی دادید که هر کس با این گروهک تروریستی، هر کس به نوعی همکاری بکنه شریک در جرمه. این آقا شریک در جرمه. من از حضرت عالی این خواهش رو به عنوان کارشناس دارم که این فرمایش شما باید به منصه ظهور برسه. اینا یه میتینگی اخیراً گذاشتن، 40-50 نفر از
بازنشسته های سیاسی و افراد رد چندم سیاسی دعوت شدن داخل میتینگ اینها، اکثرا هم غربی ها بودند. اینها باید بفهمند وقتی میرن در میتینگ یک گروهک تروریستی قرار میگیرند باید به فکر عواقب قضایی اون هم باشند. من از حضرت عالی خواهش میکنم که در این خصوص فرمایش خودتون رو محکم بگیرید و این افراد تعقیب قضایی بشن. دریای بلاحت این جماعت ساحل نداره. نمیدونم این حرفا رو با رضایت خودت میزنی یا کسی تهدیدت کرده؟ این یارو قاضی داره میگه ما یه چیزی گفتیم ولش کن بذار فراموش بشه، بعد تو حالا یه گیر بلژیکی دادی که بیا رو حرفت وایستا. آخه من یادتون رفته اون جلاد 67تون که توی همین پرونده پاشگیر بود، در زمانی که رئیس جمهورم بود از ترس دستگیری یه سفر گلاسکو سوئیس نتونست بره. بعد تو میگی بیا علیه سازمان ملل و گزارشگراش اعلام جرم کنیم؟ جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه برای مبارزه با تروریسم و مقابله با آن به ویژه متناسب با قطعنامه 1373 از قطعنامه شورای امنیت اراده قانونی و جدی برای مبارزه و مقابله با تروریسم را دارد. داره میگه ما میخوایم با تروریسم مقابله جدی بکنیم. خب اگر میخوای مطابق قطعنامه‌های سازمان ملل با تروریسم در بیفتی، از همین تلویزیون خودتون شروع کن، با اونهایی که دارن تبلیغ تروریسم میکنن مقابله کن. یه اتفاقی افتاد چند روز پیش که ما نبودیم، حیف ازش بگذاریم. اونم این که میخواستن ترامپ رو ترور کنن، چی بوده اینا، ولی حالا از بیخ گوشش رد شد و متاسفانه به هدف ننشست. که البته ما داریم براش، بالاخره ما پدرکشتگی داریم و ترامپ و یه روزی انشالله انتقام صدر سلیمانی رو میگیریم. ما انشالله بتونیم ترامپ رو بکشیم، پومپئو رو، همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن اونا باید کشته بشن. تصم تایم پاره نمی‌کنید از این همه تناقض؟ خودت پدرخوانده تروریسم و سرمار تشریف داری، بعد فاز پلیس گرفتی آیدوز می‌کنی؟ نظر به این که پشتیبانی، تأمین مالی، آموزش، امروز و میزبانی متهمین تروریسم بر اساس پروتکل‌های بین المللی ممنوع می باشد، این جانب به عنوان رئیس دادگاه خطاب به دبیر کل سازمان ملل و دولت‌های عضو انتظار این را دارد دادگاه که کشورهای میزبان متهمان تروریسم همکاری کرده و متهمین را به ایران مسترد کنند. مثل این میمونی که موش توی فاضلاب هم بیاد اندرباب بهداشت سخنرانی کنه و مگسان براش کف بزنن. دیگه سر پشتیبانی و آموزش تروریسم شما افتخار تروریست های نیابتیتون همین پشتیبانی است که شما ازشون میکنید و میلیارد پول ملت ایران رو میریزید توی حلقوم اون تروریست ها. والسلاح ايضا اللي بقاتلوا فيه الفلسطينيين هذا من يا بيدفعوا ثمنه الايرانيين يا الايرانيين بيوفروه. هذا كله عمليه مستمره. انت بتحكي عن 30 سنه نفقات. انا اقول لك انا اذا بدي احسب شو دفعوا الايرانيين للفلسطينيين عبر 30 سنه انا اقول لك مليارات الدولارات. ممكن الناس تستغرب. یه نمونه دیگه از افلاس و ورشکستگی این دادگاه اینه که توی آفتاب به چشمات خیره میشه میگه شبه. یعنی جنایتی که بهش عنوان نسل کشی دادن رو میخواد با فرافکنی به خود مجاهدین نسبت بده. وقتی که امام راحل اومدن این ماجرای هیئت‌های عفو رو تشکیل دادن، عرض کردیم قطعاً و یقیناً حکم اینها اعدام بود، شکی در این نیست. به عنوان باغی امام رحمت الله علیه اومدن هیئت‌های عفو تشکیل دادن، هیئت عفو و تخفیف مجازات. خب این هیئت‌ها فعال شدند. چه کسی بود که از طریق تشکیلات مجاهدین خلق در زندان‌ها به اعضای خودش پیام داد که باید بر سر مواضع خودتون بمونید، با علم به این که اگر اینها به این شکل مقاومت بکنن و بر سر مواضع خودشون بمونن قطعاً اعدام میشون. مثلا این کشتن عالمانه و عامدانه است. مسلم تاریخ اینه که هیئت عفو از طرف امام تشکیل شد. هزاران نفر در ماجرای هیئت‌های عفو حضرت امام مورد عفو قرار گرفتن.
به یه سری هم باید گفت اعوذ بالله من الکذاب کثیف. یعنی با این حرف مهملش تاریخ دروغگویی رو به قبل و بعد از این جفنگ تبدیل کرد. آخه امامتون هیئت عفو تشکیل داد؟ تو اصلا اون فتوای امامتون رو یه بار خوندی؟ تک تک کلماتش بوی خون میده. گوش کن، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع خود پافشاری میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. آقایان وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشدای علی الکفار باشند. ببین خوکچه امام، این فتوا اینقدر جنایتکارانه تنظیم شده بود که موسوی اردبیلی که خودش یک هیولایی بوده در قوه قضاییه اون زمان دست و پاش لرزید، مسئله دار شد. دوباره سوال کرد که یعنی واقعا هر کی حتی حکم حبس داشتم اعدام کنیم؟ که باز دوباره خمینی جواب داده که هر کی سر موضع هست حکمش اعدامه. سریعا دشمنان را نابود کنید، حکم سریعتر اجرا گردد. هیئت عفو کدومه؟ از بالا تا پایین این نامه یک بار کلمه عفو نیومده، برعکسش اومده که رحم نکنید. یعنی اینقدر حکم ضد انسانی هست که اصلا جایی برای مالکشی باقی نذاشته. بعد آخونده که تازه به دوران رسیدی که ادعا میکنی که تمام تاریخ جهان رو هم خوندی. بعد از اینکه حکم امامت رو یک بار خوندی، برو یه بارم فایل صوتی آقای منتظری رو گوش کن که ایشون در همون زمان که جانشین خمینی بوده این جنایت رو چی توصیف کرده. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمی‌نویسن. ببین خوکشه امام، این حرف آقای منتظریه که توی همین نظام جانشین ولی فقیه بوده و داره در همون زمان میگه که این بزرگترین جنایتیه که در تاریخ حکومت آخوندی ثبت شده. بعد تو بعد از 36 سال اومدی چی رو ماله بکشی؟ تازه بعد از اینکه در یک مرجع بین‌المللی هم به عنوان نسل‌کشی این جنایت ثبت شده، حالا انتظار داری که حرفهای شما تو این دنیا روی کسی اثر بذاره؟ کسی شما رو تحویل بگیره؟ در هر حال تا جایی که به مجاهدین و کانونهای شورشی و یاران اشرف نشانشون در خارج از کشور برمیگرده، بدون هیچ خللی برای فتح قله‌های پیروزی کار رو ادامه میدن. اما در این مدت آخوندک قاضی و خوکچه امام میتونن همچنان مشغول شن پختن در این نمایش دادگاه باشند. وقت بخیر و خدا نگهدار.